باقی روح ساقی لبی جام است اینجا بیرو آهسته که جام و لبی بام است اینجا. جهت اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که در جریان سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله شهرهای خوجند، گلستان و ناحیه باباجان غفورov و اشتراک در سمپوزیوم بین‌المللی به افتخار 700 سالگی کمال خوجندی 16 اکتبر سال 2020 بیان داشتند، در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه محفل‌های علمی ادبی و فرهنگی و سیاسی برگزار گردیده ایستاده است. چنین یک چورابینی ادبی با تشبث سرایوست معارفی شهر دوشنبه در لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه دایر کرده شد که در آن خوانندگان فعال لیسه و گیمنازیاهای پایتخت فعالانه اشتراک نمودند. چورابینی مذکور با مقصد بلند برداشتن تقویت نیروی ذهنی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تقویت جهانی معنوی. همچنین در این نوبت سنجش دانش، ملکه و مهارت حاصل نموده خوانندگان دایر به حیات ایجادیات و آثار گران ارزش ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک، سعدی شیرازی، جلال‌الدین بلخی، کمال خوجندی، حافظ شیرازی و بیدل دهلوی برگزار شد. یک تن از چنین سخنوران کم نظیر که با اشعار عالمگیر و معنی‌های بیکر در شعر شهرت جهانی پیدا کرده است کمال خوجندی می باشد. کمال خوجندی را اصلا غزل‌های دلاشو، شورانگیز و جذابش شهرت آفاق گردانیده است. در چورابینی علمی ادبی زیر عنوان اندلیبان کلامی نظم، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تابع سرایوست معارفی شهر دوشنبه در هیئت 5 گروه با هم سبقت نمودند. در چورابینی اساساً خوانندگان لیسه و گیمنازیاهای سرایوست معارفی شهر دوشنبه اشتراک فعالانه نمودند. با گروه‌ها از جانب هیئت حکمان سوال‌ها پیشنهاد گردیده طریق خالگذاری غالبان معین کرده شدند. از رفت برگزاری چورابینی معلوم گردید که اشتراکچیان محفل با آمادگی خوب به این سبقت حاضر شده از خود مهارت بلند دانشوری را نشان دادند و سزاوار بهای بلند هیئت حکمان گردیده با افتخارنامه سرایوست معارفی شهر دوشنبه سرفراز گردیدند.